ای بخشش پدر جان ناراحت کردم اما این خیلی خیر شما فهمیدن نمیخواهید کنی بیه بخشش چی باشد؟ دخترم تو هم بیو اما بینید بازایدن همون چیز باز تهدید کرده استوده دایم ما این رو میکنه آخر به این هم یک ایتونیدم خطا که جسه استوده است حالا اکنون ما رو سد کرده شرم نمیداره این چه احمقیست بپوش این را بپوش زودتر اصلا نه نمیپوشم میمورم و نمیپوشم این دلیل است ساخته بودن این ازدواج رو به شما نشان میدهم شرط نیست که همش رو تماشا کنید تنها آخرش رو تماشا کنید پسنده است تنها یک جمله ینگت پوشیدین نمیپوشم نمیگیرم از ما نمیپوشم این احمقی را بپوش نمیپوشم گفتم مادر شما چرا این کارو کردید؟ این رو بپوشید آخر بین همه رو شرمنده کرده ایستاده اید ملیس اقلا تو خاموشم ینگه شما چیکار کردید؟ اینش از کجا برآمد؟ چرا با حجره آنها کامیرا گذاشتید؟ بله این کار کردهتون بسیار عیب است فرخ حیف تو باد زنی آیله دار شده ات را بین مگر هیچ شرم نمیدارید پدر جان مرا پدر نگو انا بین زنی تو با حیات شخصی دو کس دخالت میکنند مگر از این دیده دیگر بد اخلاقی میشود شما باشید این رفتارتون رو دوام دادن گرید همه ساخته بودن ازدواج ما رو بیفهمن مایش این چی گپ هستن؟ زورا مگر این ازدواج در حقیقت ساخته است؟ مگر همه این کار را برای پوشاندن چشمان من کردی؟ زهرا تو چیکار کردی؟ نسبت بابایم این کار را چطور روا دیدی؟ اپا هر دویتان مرا فریب کردید ها؟ نه بابا جان بابا جان ما کامیرا رو با زیاد دیدیم و مخصوصا این خیل کردیم که ینگه تولینم به شما آورده نشان میدهد دروغ رو بین دروغ رو همش آشکار است تو مگر دیگر باز چی رو این کار میکنی ازدواج شما ساخته است ازدواج ما ساخته نیست مرا فهمیدی زهرا داد نزن همش آشکار است دیگر گپ‌هایت بیفایده من آخر به این ازدواج از اول باور نداشتم آنگیر جان سمی این کار تموم شد مگر با فکرم این ازدواج با آخر رسید با خدا راستیگه پروایی ندارم پروایی نداری چی شد پدر جون؟ مرا تهمت کن نگفتید مرا دیوانه نگفتید که انا دیدید؟ انا این ندیره دوست دارتون چخل شما رو فریب داده است دیدید؟ ینگه با بابایم بسیاری بد فشار آورده ایستاده به همین هم او رو حق داده است باز یگان واقعا نشود بابا جان بابا جان ازدواج ما ساخته نیست ما بازی و یک دیگرمون رو دوست می‌داریم اگر ساخته می بود مگر من حامله دار می شدم چی؟ حامله دار؟ حامله دار هستی؟ بله ما بازی فرزنددار می شویم تیف بسیار خوب است بسیار خوب در اصل ما بازی شما رو به خوراک دعوت کرده در اونجا سورپریز کردنی بودیم اما این خیلی شد زیا جانم بسیار عذر میخواهم مجبور شدم اینجا گفتم هیچ کار کنیم همین خیلی شد زهرا حالا شما آیله دار نشده چی؟ داملوزیا مگر با شما این بنده است در اصل همین خیلی شد فهمیدم یا اینکه مگر شما پیشتر نکاح دینی کرده بودید؟ بله بابا جان ما نکاح دینی رو پیشتر کردیم خوب 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 جانی من
شما را تبریک میکنم. تشکر. با این خبر مرا بسیار هم شاد کردی زهرا جان. زهرا جان جانم تبریک میکنم. حالا هم باورم نمیآید. تشکر. باور نکن آخر ملیس، باور نکن. ای زهرا جون، من در حقیقت چنان حیران شدم که چقدر گپ زدنم رو نمیدونم. خیلی تبریک میکنم، چی گویم دیگر. بسیار خرسند شدم، یعنی همش خوب شود اما باورم نمیاد چون خورد بودیم با تفلکان مایده بازی میکردیم که حالا باشد با کودکان خودمان بازی میکنیم. دامالها نینی چه مبارک شود. این حامله‌داری ساخته است. دولین لاخ و پرت را جمع کرده زود این خانه را ترک میکن. زود باش. پدر جان مرا پدر نگو. تو هم زنت را گرفته از اینجا رو. تو چی نشسته ای؟ زود روید. هر دوتون روید. رفتیم فرو میروید. پایتون کنده شود. و گریبانتون درآید. مادر پدر آقا کمتر آرام شوید لطفا. باز یکون چیز نشود. خانم شما چی گفتنتون رو میدونید؟ شوهری ساخته بودنم بس نبود، باز پدری ساخته کردید مرا. دوملو مگر من از پیش خودم گفتم، مجبور شدم چنین گفتم. سطور رو مگر شما ندیدید؟ این خوبه خانم، همچون یک دوملو اعتبار ما رو پس کردید. این رو مگر هیچ فکر نکردید؟ بخششو اگر ازدواج ساختتون آشکار میشد اعتبارتون از این دیده کمتر پس میشد. من با آدما چی میگویم؟ اگر مردم محل این رو شنود من تمام میشوم. دوملو ما نکاح دینی رو پیشتر کردیم، گفته نمیتونیم. آخر چی خیل گویم؟ این امری واقعی است. شوهری ساخته شدم مایلش باز مسئله کودک برآمد. به خدا که من تماما دیوانه شدم. مایلش از روی من شد. مایلش میدونم یک خوبی کردید، این رو به یاد دارم. بابایم امکم و زنش رو از خونه رو همه این از روی من شد. آخر میفهمید حیران شدم مادم چی کار کردنم رو ندانستم. خانم تمام. دوملو بسیار ناچارم، تک و تنهایم. تمام خانم تمام. خودتون را غمگین نکنید. آخر این کار چی میشود تو با کجا میرود نمیدونم، اما خودتون را غمگین نکنید. باید اون رو حل میکنه. من شما را تنها نمیگذارم. در حقیقت من خوبی های شما رو برگردانده نمیتوانم. تشکر زیاد. مرحمت. تشکر زیاد دخترم. سلامت باشی. بابا جان زهرا دخترم از زینه پایا آهسته میفر آمدی. اکنون دو جان رو در برداری ها؟ دامولازیا لبای از این بعد نبیرم را نرنجان. اکنون او را به بالای دست میداری ها؟ بله آقا، شما هیچ خواطر نشوید. خوب زهرا، این را کمتر پیش از حجرم آوردم. این چی است بابا جان؟ گردن بندی بیبیت بود. یادگاری آیله است. بسیار قیمت بهاست. این را به تو همچون هدیه تولید کردنت پنهان کرده بودم، اما شاید تا آن روز نمانم گفته حاضر دادنش میخواهم. گیر، این از آن توست. بابا جان من این را قبول کردن نمیتوانم. این بسیار قیمت بهاست. زهرا، تو از همه دیده قیمت بهاتر هستی. ولی دخترم، من به شما یک چیز رو گفتن میخوام. زهرا، این گفته هایم را حتی نفهم، اما به حامله‌دار شدنت بسیار خرسند شدم. اما ینگه طولینم در یک مسئله بسیار حق است بابا. شما تنها زهرا را فکر میکنید، یعنی من و طفلم در نزد شما هیچ قدری نداریم.
ғазаби нисбати унав доштаатон чашмонатонро чунон тира кардааст ки яъне чун ба зуҳуров мегӯяд ки тифлат бо падару модар калон шавад барои бепадар калон шудани тифли ман парвое надоред чун янгаи тулину амакам рафтанд дигар дар ин ҷо мондани ман ҳам ҳеҷ маъное надорад ман хубашак нун ба хонаам робам то боздин апа بگذار رود حالا از پسش نرو تو را هم میرنجاند من باید دل او را یابم دخترم بگذار به نزد شوهرش رود راست میگوید طفلش را به پدر کلان کردن نمیخواهد شاید به همین وسیله آشتی نشاند همین خیل نه؟ اکنون من چی کار میکنم؟ خوش آمدید خانم سلین منم شما رو انتظار بودم همین خیلی روزی رفتنتون معلوم شد همین شب یعنی امروز روزی آخرانتون خیر شما امشب همراه من خوراک میخورید آخران بود مایلش خیر امشب اومده شما رو میگیرم یا که شما ماشین دارید مرا میگیرید بگو شود گپ میزنیم لبید بگو یک جا خوراک میخوریم اما من نمیخوام که امروز بگو شود چون که امشب شما به سفر به بازگشت میروید خدا جان سمالیات ویران شود و شما از اینجا رفته نتوانید بگو زنگ میزنم لبید تو بازدید تو؟ بازو گوش میکنی؟ نه امروز نه با او چی شده است؟ ممکن با دوست داشتهش جدا شده است رفتیم زهرا لبای حامله‌دار شدنش باز چیه؟ مجبور شدم سمی چی کار کنم؟ عیب رو نمیدونی چون این گفتی خدا رحم کند و عاقبتش بخیر باشد سلام جانم با کجا؟ با ماشین و با پشتیبانی کردن دختران محله سمی تو زهرا رو تبریک نکردی هم میبینم تو با این کار هیچ خرسان نشتی هم زیاده لا هیچ گم ندارد مالش تا بازید روز بخیر سمی باشید حیاتم تا بازید این بازی شما رو من میدونم خواستم به این دامالا بگویم ولی سمی بس کن خواهش میکنم چند بار به تو من این رو گویم اگر زیو این رو فهمد بسیار عصبی شده مرا جنگ میکنه تمام نمیگویم اما این تنها به خاطر توست نباشد من از این بسیار نفرت دارم تشکر زیاد تشکر نمیارزد خیر تو بازدید من میروم تو بازدید های الو ها اوه چرا آواز من رو نمیشنوی؟ زهرا حامله دار است چی؟ چی؟ حالا با نماز دیر موندم بعد میفهمانم اوه تو آخه دین روز آیله دار شدی کودک از کجا برآمد باز؟ ای سفسدگی رو یک طرف گذار چخیل کودک این کودک از اون کسی دیگر است؟ ای شوکت تو چی گفتنت رو فهمیده ایستاده ای تو چی خدا بفهمی آخر حامله دار گفتی کو؟ حامله داری ساخته حامله داری ساخته؟ های آخر ازدواجی ساختهش رو فهمیدیم حامله داری ساختهش از کجا برآمد آخره؟ ای شوکت در رو بیا با مسجد در رو این بعد میفهمونم رفتیم ای آخر من تورات ندارم با مسجد چی خیلی میدرویم؟ ای مسجد رو گرم داره؟ ای زهرو بالو این قدر حادثه ها حامله‌داریش از کجا برآمد دیگر چاره‌ای نداشتم سلین مرا گوش کن زهرو از این بعد در برات نمیشوم یگان کس نیست پشتیبانیت کند احتیاط باش باز به خاطرم ناغر سلین
خودم آخر غمگینم. حالا ما در آفیس باره آخر یک جا هستیم. متاسفانه ناآمدی کار رو بین جمعم رو نادیده میروم. سیلین مسخره نکن، مگر حالا جای مسخره است؟ من به تو چی کار میکنم؟ زورو ساخته بودنی حامله‌داریت تو رو پریشان کرده است. چی کار کنم سیلین؟ تو جانی من هستی. ساعتی چند پرواز میکنی؟ نمیگویم. میگوی من بار دیگر میبینم تو رو. نه زورو، اگر تو من رفته نمیتوانم. نه لطفا من آمدنت رو نمیخواهم. خوب میلش اگر تو این خیل خواهی. بس کن زورو، خودت رو آروم بکن. آخر من کاری بسیار دارم. میلش گریه نکن میلش. میلش غمگین هم مشه. نه نشه. من برای رفتن تو بسیار خرسند هستم. ها حالت رو بین. جانی من داروهایش رو بر دوام دهید. زود شفا می‌یابد. خوب شده از خانم دختر. ассалом. سلام. ман вазъияти ҳамон кӯдакро фаҳмиданӣ омадам. ба хуни гурӯҳи дуи манфӣ эҳтиёҷ дорем. кӯдакро ҷарроҳӣ мекунем. бисёр хуб. хуни ман гурӯҳи дуюми мусбӣ аст, месупорам. ба мо манфӣ дар кор аст. аз ман мешавад. мусбӣ? тамом манфӣ аст. ба фикрам манфӣ як бор месупорем, мефаҳмем. дар ҳақиқат манфӣ аст? албатта. олиҷаноb, биёед рафтем дар куҷо хун месупорам. ба ман нишон медодед? майлаш. дар вайрон будааст чӣ? биёед дар пеш мешинед, дар ҳаво. нафс. марҳамат. چی شد برادرم؟ با دختر گپ زدی؟ نه میرود. پای درک موزه انداخته است. ای افسوس، عمر عشق شما اینقدر کوتاه بوده است. امشب آخرین بار به خوری میرویم. با خانم سلین شامی رو که برای او یک حیات فراموش نشونده است من گذراندن میخوام. چرا فراموش نشونده شیرم؟ دختر به ایتالیا رفته ایستاده است. فراموش کند چی؟ فراموش نکند چی میشود؟ باشد اکا. او فراموش هم کند من این شام رو به خاطر آوردن میخوام و هرگز این شام رو فراموش نمیکنم. شاید سلین هیچگاه مرا مانند آنه که من را دوست میدارم دوست نمیدارد، اما من خانم سلین را بسیار دوست میدارم، بسیار. حتی در کارش و خدمت تورده میکشم. خانم سلین، سلام علیکم خانم سلین. یک بار کشت بگیم. دولت جاویدان منم. سلام عشقم. من با تو برای آدم چی کار میداشتم؟ بفهم.
تو minnatdorم لبین جان. من آنقدر نمیفهمیدم اما عشق من چنان کلام بود که بعد او هم مرا فهمیدن رو سر کرد. مرا هیچ نباشد این نمی پسین دوست می داشت بس بود. البته عاشق شده است مگر تو را دوست نداشته می شود. بگوی دوستم می داشت. دوست داشت است دوست داشت است. دوستم می داشت. عجبا در آخرین دیدار بینیم با او چی گویم؟ بدنگیچه پس ببر. نه خود اشکمبه نسک قلمفور چیزی باشد بخوران لب و دهان و رویش بوی گیرد حتی در ایتالیا هم برای همین یک رویش. اکا شما برای هیچ نشناختی اقلا کم ترک در خاطرش بودن میخوام. تمام میخوام همیشه در فکر و خیال او باشم. لبین اگر با سیلین یک جا نشود در خانه ما تفلک پیدا نشود. تمام دیگر یکون کاری از دستت نمیاد. او رو گرفته و یک مکانی بلندترینی یک میمانخانه اسم عالی برده با او تنها در آنجا خوراک شام میخورید. روشنی نه آنقدر روشن خیجک روشنی شم صحبتی پیچر کنان اصلا فراموش نمیکنن. نه باز چی میشد؟ این خیلی نمیشود. برای این کار یک خوراک شام مخصوص کفایت نمیشود. من نقص میدونم. خیر پس چی میشود ها؟ از خصوصی تر چی شده میتواند؟ جانم مثلا انا خوراکی که با کوشش خودت تیار شده باشد حتی مکانی که تو اونجا این خوراک رو تیار کنی. چی گفتی ها؟ یعنی در این حالت خوراک پخته نمیتوانم اشکم پاک نمیشم. ای جانم از این کار هیچ پروایی نکن. ما همه یک جایه به تو کمک میکنیم. یک دقیقه کمک میکنیم گفته چرا در نظر داری؟ هیچ خیلی که گفتم من همیخیر زهرا برای از وضعیت برآمدن حامله دارم گفت. اکنون من پدری ساخته میشوم شوکت. ای برادر در ازدواج شما یگان چیزی حقیقی نیست همش ساخته است. هست یک حقیقت هست آن هم باشد زهرا رو دوست داشتنم اما این رو گفته نمیتوانم. ماشاءالله در پیش من رنگ بلبل میخونی در پیش زهرا باشه. این چی است آخی؟ تمام شوکت تمام مسئله رو دراز نکن. این گپ رو به هیچ کس نگوی. حاضر به میکروفون مسجد به همه اعلام میکنم. استاد سرم رو یک سوال بسیار ویران کرد پرسم. ویران؟ بله استاد. بپرس ایجوی بپرس. استاد انا حاضر میپرسم. ایستا یک دقیقه ایستا. سوال دهی را به دیگر روز میمونه. حاضر باشد من تو رو به خوراخوری میبرم. چرا مرا به خوراخوری میبری یک شوکر؟ هجری جان انسان به شکم گرسنه سوال نمیدید. خیر به مناسبت جاندار شدن من تو رو به خوراخوری میبرم. ای توبه. تو چیکار کردی شده ای؟ اکه شوکت قیامت هم برپا شود من باید سوالم را پرسم. بخشی شکر. انا دیدی این رو آدمی من میگوین. بپرس ایجوی بپرس. استاد قیامت کی برپا میشود؟ هجری قیامت خرد یا قیامت بزرگ؟ استاد قیامت خرد چیست؟ برای هر یک انسان مرگش یک قیامت است هجری بای. کی وفات کردنمون رو تنها خدا میداند. قیامت بزرگ چیست؟ انا هجری از سببی که حادثه های قیامت خرد و قیامت بزرگ یک است برای ما کی برپا شدن قیامت بزرگ اهمیتی ندارد. تخمینا نمیدونید قیامت کی برپا میشود؟ چون حضرت عزرائیل در تو را گفت معنای آن را دارد که برای تو قیامت برپا شده است. نوشته هایت را به هیچ کس نشان نده. این را دانسته باش. خدا از شما راضی باشد استاد سلامت باشید. از هم رود سیاه به حسن خطر. چی رو نگاه دارید؟ مرحمت. تشکر زیاد. خواهش میکنم. در حقیقت تشکر زیاد آقای سمی. نمیارزد. وظیفه انسانیانمان است. اگر لازم باشد کمتر دیگر خون داده میتوانم. نه به قدری در کار خون دادید آخر. حالا خوب هستید؟ خوبم تشکر زیاد. سلامت باشید. اما این رو ننوشیدید. خدا دستم. حالا هم لرزیده ایستاده اید. من این خیلی دارم نوشید. خدا رو شکر که جراحی نقض گذاشت. تمام به فکرم این قدرش بس است. سلامت باشید. سلام. سلام داملا. داملا امروز آقای سمی بسیار کاری خوب کرد. خدایا توبه. بخیر است شکر کرد. به یک بیماری من خون داد. حال کودک خوب است؟ شکر زیاد که خوب است. خونه او گذشته باشد بیمار بدبخت شد.
آقای شوکت خدا از شما راضی باشد. اوشا گوش کو ایجری این اماکی جوهر با تو چی میشود؟ چی میخواد از تو؟ او یک خش دورمون بوده است. خش دور؟ هیچ مولانی ندارد بینی تو خشروی بینی و دروزه کو؟ همین خیلی؟ البته. خیر او چی میخواد؟ من نفهمیدم. از تقای رحمتی هم با من یک زمین میراث مونده است، اون رو گرفتنی است. او زمین رو چیکار میکرده است؟ کاری خیر میکرده است. چی میکرده است؟ استادم گفت که با او زمین رو نده، خودش هم شنوید. هیچ از من دور نمیشود، با خدا اون رو گرفتنی است. خوبش تو عیناً گپی دومولوزیا رو گرفته، اون زمین رو نفروش. نه نمیفروشم. در اینجا چی گپی است؟ یعنی که او از راههای دور خسته به اینجا آمده است. زمینی تو ارزشناک است، معلوم که او به شکار آمده است. اما فراموش نکن شخصی که به شکار میرود شکار میکند. شکاری چیه که شوکت؟ زنگ زدم جواب نمیدهد. غمگین نشو تا پگاه آرام میشود. انشالله. انشالله. زهرا من خودم با حالی گپ میزنم. سیلین هم رفته است. زهرا جان تو حالا حساس هستی، برای هر چیز غمگین نباید شوی. تو هم لیکن وقتت رو یافتی. من از این رفتار تو بسیار غضبی میشوم. پگاه با آفیس میروم سیلین نیست، روز دیگر هم نیست، روز دیگرش هم نیست. و بعد از یک چند ماه تو هم از دکترت اجازت میگیری یک جای به نزد او میروید. همین خیلی نه؟ بابا جان به اجازت شما من به حجرم برآمده کمی استراحت کنم. مایلش رفته استراحت بکن، اینها را سرت دور بکن. جوان ها قریبا بخیر است چی شد؟ 1 منوت و 11 ثانیه پس میآید. لیکن بسیار خوب شد تو مرا گوش کردی. یگان دختری خیلی سورپریز رو فراموش نمیکنم. ینگه من از شما بسیار منت دارم. اگر شما به من کمک نمیکردید من هرگز این کارو کرده نمیتوانستم. جانی من اما خیری تو برای من این خیلی کار نکردی. چی علاقه دارده؟ من به خاطر دارم که یک بار برای تو گل گرفته بودم. گلی؟ بله یاد دارم. گلها رو از سبت گلهای روی کنوزه همسایه دزدیده بودی. یا خدایا تا با چه علاقه دارد؟ گوش کن همسایه ها وفات میکنن اما عشق به مرگ از گلی چقدر رمانتیکی. بله رمانتیکی مصیبت. خدایا تا باز یکان چیزی دیگر یافتی یعنی ها؟ اومد اکا شما روید تا با چه علاقه دارد؟ چرا ما در اینجا نیستیم؟ بسیار زیباست بسیار. تمام روید خدایا تا وقتی پر نکنه بود. خوش آمدید خانم سیلین. مرحمت. لوین تو چرا این خیل کردی؟ خانم سیلین میدونم شما با اینجا تماما با حسات دوستان آمدید. شاید با این کار کردن من رو جنگ کنید. لوین تو چی کردی؟ تو مگر احمق هستی؟ بفهم هستی گفته میتوانید.
اما چیزی گوید من پروایی ندارم، چون که این شاید آخرین و آخرین من تو باشد. لبین التماس اجازه ده که سخنهای دلم را بگویم، چون که سخنهایی که عین حال به تو میگویم شاید در حیاتم گفته نتوانم. خانم سله، من شما را دوست می‌دارم. تو عشق من هستی. قلبم در هر تپشش نام شما را صدا می دهد. از رگهایم خونده هستی شما جریان دارد. حاضر شما می روید و هستی من با شما می رود. آن را احتیاط کن. عزیزم، حالا تو به ایتالیا می روی و شاید بر نگردی، اما یکی اگر برگشتی البته به سری قبر من بیا. شاید از درون قبر بوی شما رو استشمام کنم و دست رو در بالای قبر من میبرد. من احساس میکنم. شما ما را دوست داشته میتوانستی؟ نمیدونم، شاید بابا جان، یک تایش میرود یک تای دیگرش میآید. لبای التماس پدر و مادرم رو گوید برگردن. گوش کن دخترم، آنها کمی در بیرون مانند، ما هم کمتر استراحت کنیم. تو باشی کمتر کیف و صفا کرده بیگرد همین خیلی. بابا جان، شما از زمین تا آسمان راست میگویید، حتی بسیار حق هستید، اما مادرم خوب نیست، عصبش ویران است. یک چیز گویم، من در اینجا به مادرم سلامتی روحیم رو از دست میدهم. التماس میکنم بابا جان گوید برگشته آیند، گپی مرا رد نکنید. اگر تو این خیال کنی من غمگین میشوم. مایلش، لیکن به خاطر تو فریاد بکن آید، اما به مادرت بگو در آنجا وید نکند که اکنون تا اینجایم آمد. مایلش بابا جان، وعده میدیم، میگویم. مایلش بابا جانی من، اینها مرا میکشند. من شما رو دوست اینها میدارم. مرا میکشند. الو شوکت؟ لبای اولیا حضرت. در کجایی؟ شوکت گوش کن، به تو یک گپی مهم میگویم، راستی است. زهرا کودک دار میشود. بهترین این را جشن گرفتن در کربو اکرم. جشن گرفتن که جشن میگیریم و در اینجا یگان کس نیست. مرا گوش کن، تو با ماشینت پریده بیا، مرا گیر، یک تشکیلی خوب میکنیم. میلش تمام بابا اکرم، گپش قوقه. من حاضر ماشین رو ششته به نزد شما میبیم و شما رو میدونم به کجا برم جناب. تو را در حال انتظار میشوم. این نبینه چی میشود. ما یک عائله بزرگ هستیم. ما یک عائله بزرگ هستیم. در دلم از همه جای قیمت ترینش را برای شما خالی میگذارم. شاید روزی برگشته به اینجا میایی. هنگامی که چشمانم را میپوشم تنها سیمای شما در پیش نظرم است. نابودی تو را به نهایت احساس میکنم، چون که در داخلش تو هستی. همین که من خودم را بد حس کنم با صورت تو گفتگو میکنم. اما شما چقدر رمانتیک بوده اید. 1 2 3 مرا از ته دل فریاد مکن. نفهمیدم. به صدای این با دقت گوش کنید.
بیشتر از خیجک حکایت میکنند و از جداگی ها شکایت میکنند. همیشه با شما میمونم خانم سلیم، عزیزتان میشم. شاید برای ما حیاتی نو آغاز شود. روزها پای هم میگذرد، شبها میگذرد. شاید درد دل لوین را احساس کنید. خانم سلین در ایتالیا دوستانی نو را پیدا کرده، دوستانی دینی را فراموش نکنید. خانم سلین، عشق من و تو یک حکایه بزرگ است. نباید این حکایت همین خیل به آخر برسد. دوام عشق ما را با وی برو ایمو میگذرانید اگر راضی باشید. جناب، با اجازت شما با خدمت میگذاریم. در خوراکی اول پیتزای ایتالیایی داریم. خیبر درست چی نگاه داریم؟ تو را گسل کردن میخوام خانم سلین. نمیشود لوینت. اکا ماشین دارد، شما را میبریم. لوینت نمیشود گفتم. یعنی من حتی زورو را دعوت نکردم. آخر من خودم خیر خوش را دوست نمیدارم. مانند آنی که باز پگاه با میخوریم، مثل آنی که گویا من به هیچ کجا نمیروم. تو هی تو جنت میری، تو هی میرا جنون، تو هی تو منت میری، تو هی روح کا سکون، تو هی आँखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक. और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. مرحمت. تشکر. با اشتیتون. رحمت. شوکت، لبه حضرت، میدونی دختران این چیز را برای من کردن. یا خدا توبه. چرا؟ برای سلامتیم. بیای برای سلامت شما میبرداریم. بیا نوشیم. لیکن من نمینوشم. تو نمینوشی؟ آخر از همه کارمندان بدیم قسخ میترسم. برای همین تو را انتخاب کردم. خیلی برای شما مینوشیم. برای همین مینوشیم. شوکت، لبه انا ما به اینجا آمدیم، اما در جوانی من در آن گذشته در جای آن یک ایستگاه، یک کازینو بود. کازینوی مکسیم گفتند. روزی در آن کازینو با دختر روبرو شدم و حتی نامش را نفهمیده تمام عقل و هوشم را گم کردم. فهمیدم که عاشقش شدم. از پس او بسیار دویدم، اما چی فایده؟ قلب او را دیگر کس دزدیده بوده است. 3-4 سال عمرم را بیهوده صرف کردم.
خیمه برداریم بی برای 4 سالی برباد رفتگی. بیا شوکت. چی گویم؟ ما باشیم با دیگرش آینه دار شدیم. چی گفتند؟ دوست داشته‌ات را گرفتن نتوانی، گرفته‌ات را دوست می‌داری. دامالا زیادالله مرا در نزد در پیشواز میگیری ها؟ مگر من نگفتم که از بیتول دور گرد. اوه بس از دامالا از بیتول دور گرد کاری تو چی؟ یا که مگر با بیتول عاشق هستی؟ چی گفتی؟ سرده دستم را؟ سرده؟ تو کی هستی ها؟ من همه چیز را میدانم. چی را میدانی؟ شوهر حقیقی زهرا نبودنت را میدانم. دروغ بودن ازدواجتون، ساخته بودن همه کارتون رو از اولش میدانم. این رو با تو کی گفت؟ کی میگفت؟ زهرا گفت. زهرا گفت؟ البته زهرا. اگر زهرا هم نمیگفت من با تو بر این آدم اولاد شدنش را باور نمیکردم. سهمی مرا گوش کن. بیتول مرا نگاه نمیکرده است. خی زهرا چی؟ مگر زهرا مانند تو بر این آدم رو نگاه میکند دامالا زیادالله؟ تو اول یک با افتو بشره خودت نگاه کن. اوه زهرا، اوه زهرا بلا زند. چشم سیاه داری قربان شب من، خانه کجا داری مهمان شب من. چشم سیاه داری قربان شب من، خانه کجا داری مهمان شب من. زلف سیاه داری قربان شب من، خانه کجا داری مهمان شب من. چشم سیاه داری قربان شب من، خانه کجا داری. شوکت، در اصل این خورش خوب تیار شده است. بسیار با لذت است به خدا. از همه با لذت ترش در کجاست میدانی؟ طرفخانه پایتخت. تو از کجا میدانی؟ راهبرش دوست عزیزم مظفر است، به من ماشین تحفه کرد، مرسدس. بیا شوکت. برای مرسدس. به اینجا مدتی دراز است که نامدم. آقای اکرم، به جای شما باشم هر روز همین جایم. پول هست، راحت هست، وقت هست. کم ترک همین سن سالتون ویش دسته خیلی هیچ گپ نه. و سالم چی شده است؟ من راننده این پیری کار هستم، بعضا با او کمک میکنم شما خفه نشوید. راست گفتی نه؟ جان فزم گم نیست اولیا حضرت. تو گفتم که بازی کن، این قمار است. کلام بازی کردی، کلام بای دادی موی سفید. ای احمق، این چخیل گرزنی است؟ مگر این کس رو نمیشناسی؟ این کس جناب اکرم است. با پول میزند دیگر به خود نمیایی. گپ‌هایت رو خویده گپ زن. چخیل گپ زده است ها؟ ای حیوان. ایست شوکت. حضور میپرسم اولیا حضرت. اینقدر پول نقد ندارم. اگر خواهید به شما چک می نویسم. این رو باید پیش از بازی فکر میکردید. قرض قمار با چک میک نمیشود. پول رو نقد روی میز میگذارید.
جناب اکرم در اینجا کار تو بانکمات به کار نمیاد. پس نباشد 1 دقیقه به پسرم زنگ زنم. زنگ زنی. فروخ پسرم به خانه آمدی؟ مرا گوش کن، به هیچ کس چیزی نگفته. به جای خوابم درآ، سیف را گشوده به من 500,000 گرفته بیار. دیگر چیزی رو نپرس. گوشی را به شوکت میدم، سراغه را به تو میگویم. میلش سراغه را گو. علیا کی فروخ؟ بله شفقت، من اونجا رو میدونم. میلش تو تلفن رو با پدرم ده. پدر جان، من پول رو گرفته در حال میایم. شما هیچ خواطر نشوید پدر جان، من همش رو حل میکنم. خانم زهرا با شما گپ دارم. دوملو بسیار سراسیم هستم، التماس. خانم سمی چی خیل از وقت بودن ازدواج ما خبر دارد؟ شما چی خیل با او گفته؟ چرا این کار کردید؟ من نگفتم، از کجا دانم که چی خیل خبردار شده است. دوملو زود رفتنم در کار بسیار مهم است، التماس. از این دیده باز چی مهمتر میشده؟ دوملو در حقیقت رفتنم در کار است. بر گپ میزنیم میلش. تو از هر گذراندی عجبا باز چی کارها کرده ایستاده ای؟ رای سفید خانم سلیم. لوینت خدایا صدایش حالا هم به گوشم می آید. لوینت صدایش در وجودم است. با این اصلا چه خیلی طاقت میکنم. این دوری را من چه خیلی دور میکنم. این رابین صدایش در گوشهایم، سیمایش در خیالم. در خیال نیستم، یک رو نرفتم، برگشتم. خانم سلیم نرفتیدم. برای من نرفتیدم. این خیلی تمام فهمیدم. شما هم ما را دوست میدارید. دیگه چه وای، وقتی به فرودگاه رفتنم یک زنگ تلفنی شد. تکلیف کردهشون رو بکار کردم. عذر، برای این نرفتید. من فکر کردم که برای من رفتید. شما نرفتید، دیگرش مهم نیست. مرحبا. جو مدام هویا پرابلم نیست، من نبرم. این طرفش رو من خودم حل میکنم. در پایان گل است، آن را من گذاشتم. میتوانید گیرید. خانم سلیم، این شهر به شما گوریستان است. سپاسگزارم. شبی خوش. شبی خوش. یک بار صبح بخیر تا میگم. صبح بخیر سلیم جان. سلیم جان نباشد خیر. نرم، هیچ که من با من بودن میخواهد. قربان تو شوم سلیم جان که نرفتی. آی بزرگ این دیوانه خوب شده است. او رو بین. بچه خاله نمیتونم بکنم. او چی کار میکنی؟ نه دوستانی خاله بیا چا سلیم نرم. دل را نگاهی مستی تو دیوانه میکنن. دل را نگاهی مستی تو
دیوانه میکند لا 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 بله 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 لا 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 بله تو راست میستی ای تایلاق چی کار کرده ایستاده ای کنی خز حیوان بفام شما از حد گذرانده ایستاده اید چی شد؟ کاری خانم سلین را ویران کرده توانستید؟ کاری خانم سلین سر نشده تمام شد اکنون راحت باش به هیچ کجا نمیرود. اوه بسیار خوب چیکار کردید کنی فهمانید؟ اکا سرداری اون شرکت جلال است کی است نمیدونم. سیاه جلالی سیاه اکا جان همین جلالی سیاه رو میدونی اول تدیدش کردیم گب رو نگریف بعد خوب لطکوبش کردیم سلی رو نده سود به ایتالیا را تو راحت باش اکا با اون حریف گفتیم کی تو رو با بلندی برآورده از اون بلندی به زمین میپرتیم او زود گفته ما رو قبول کرد. آفرین بر شما در آخر گربه شده یک موش داشته توانستید. آفرین خانم سلین خفه نشود از دست دادن او را طاقت ندارم ناممکن است. خدایا تا با اینها در این شبه در قمارخانه چیکار دارم؟ اه زهرا باز از قفای چیکار هستی؟ شما در اینجا چی کار میکنید یزنا در حال به اینجا اومدن اتا لازم است. یزنا بابایم در یک جای خطرناک است. من هم نمیدونم. حاضر سروغه رو میدیم. بای سفید ما را باز فریب ندهی. نه کمتر پس پسرم میارد. اگر فریب دهید شما را نابود میکنم. چقدر که پسر دیر ماند حیاتی تو همان قدر کم می شود. چخیلی که این سگت گفت اگر ثروتمند باشی برای تو یک قبر بسیار هم پر آرایش زیبا می کنند. اکا جون بخشش مرا هم در بری امی بابو اکرم گور کنید. دوت را گیر. پدر جون خوب هستی؟ خوبم پسرم پول را آورد. پسرت همین است؟ آی پول را آوردی؟ در اینجا چی گپ است؟ پول را آوردی میگویم. این آدم کیست پدر؟ شکرانه نان برکت در سلام خیستی. بیا شفقت رفت. منم از اونجا ایسته در جایتان شنید. شنید گفتم؟ خواهش میکنم شما شنید. شوکت چی میخواد؟ پول میخواد. باز چی
به ما خدا داد لیکن منبع پول رو یافتیم با سری از خود کنیم بای سفید کنی بگو با اینجا باز 500,000 دیگر بیارن احمق روبین میگویی خدا خرید ایستاده باشه امک جان بابا جان دختر جانم شما خوب هستی؟ خوبم نبیرم حامله دار است این دختر کیست؟ نبیرم بیا گذاشتش تو حامله دار هستی کارت نباشد دخترم شی خوب هستی زورو؟ اما تو چقدر هست؟ با زیر حال میکنی آفرین انا اکنون میبینیم که در دست چی داریم بابا امک نبیره و تیفلش بله 4 نفر بله 4 1,000,000 میخواهم 4 نفر از من در اینجاست 500,000 بسی نمیکند چی؟ زود باش موی سفید زنگ زن زود 1,000,000 بیارند وای شوکت سر ما رو در بالا گذاشتی بس نبود آقای اکرم رو در بالا گذاشتی اگر با زهرا یگان چیز رخ دهد تو را نمیبخشم در اونجا چی گپ است تو یک رفته بین حمدی در همان جایی این کجا شده؟ بابا چی شد؟ تو هم رفته بین؟ اما احتیاط باش چی گپ است؟ چرا بر نمیگردند؟ یا اینکه شما ما رو به دم افکندید یگان تاتون از اینجا سلامت نمیبرایید رو هم ببین ولی با دقت باش شیرزا بسیار است او بوده میتواند بوده نمیتواند نکرد در جای چینی انیق به نجات من آمده است حالا شما روزتان رو میبینید کیست آنجا که آدمانی مرا نگاه می‌دارد؟ های در آنجا کیست؟ زود برا که نباشد از دختر آغاز میکنم یگان کس نجنبد از اینجا یگان تا از آن سلامت نمیپراید
زاغیسیا اومدنت را میدونستم. تمام دیگر وقت نیست. شما در حال از اینجا بره. تو هم بیو. خانم حالا وقت نیست. من خانشانم آدمون را سرگرم میکنم. شما روی. رفتی. زود باشین. شوکت تنها رو ببر. من حال میکنم. تمام من اظهار رو میکنم. با تو حالا بد صحبت نگیر. رفت. بسم الله الرحمن. خوب هستید و شما یه اون چیز نشد. خوبه. یزنه ما خوب هستیم. زاغیسیا در داخل دست تیماس رو نجادی. زاغیسیا؟ بله زاغیسیا آمد. جانی همه ما رو نجات داد. تو اقلا رفته جانی زاغیسیا رو نجات بیده؟ یا خدا برادرم حالا در بین دو آتش میمونن. همه داخل میشویم. چی ایستاده ای به درون درا؟ رفتیم. بیا دخترم بیا به ماشین شینیم. زاغیسیا من فکر کردم که دیگر هیچگاه تو رو نمیبینم. حالا آنکه مرا تو باز نجات دادی فکر کردم که مرا گذاشته رفتی. گپ زن آخر یگان چیز بگوی. یگان گپ نماند. چه خیر گپ نماند؟ گپ از گپ بسیار است. در اصل برگشتنی نبودم. امانت ها نیستم. زهرا مرا دیگر نمیبینی. از همین سبب سرت رو در بلا نگذار، چون که من نمیآیم. این طور کردن نمیتوانی. مرا همین خود گذاشته رفته نمیتوانی. تو قهرمان من هستی. تو نجات بخش من هستی. زود باشه زود زاغیسیا نرم زاغیسیا نرم همه اینها را به شو ببرید. زود باشه. شخصی به من حمله کرده را خوب نگه دارید. من با او حساب کتاب دارم. بیایید میرویم. زاغیسیا برای عائله‌مان باز یک قهرمانی کرد. نباشد از دست این نل هیچ کار نمی آید. تنها گناهکارانی از پا افتاده را دستگیر کرده می برد. بیایید رفتیم. میری. خدا از این زاغیسیا هزاران بار راضی باشد. آی کلتکیلاس، با نقاب زاغیسیا به شرف باز با من سر به سر شده ایستاده ابله. اما حسابی را من از تو میپرسم. اگر نام من اونر باشد میپرسم. رفتیم شبکت رفتیم. اگر زاغیسیا نمی بود برآمدن ما امری محال بود. خدا از او راضی باشد. زاغیسیا
عجبا این زاغ سیاه کی باشده؟ در حالتهای وزینی زهرا دایم در برش است. با خدا چی گویم ثواب صدقه دادهتون است. داملا میگویم که با یک دمی گرمتان به من دعا خوانید و مرا خواب خوش برد امشب. خدایا توبه. البته آقا میخونم. دفترم در بالاست، دعای تأثیر بخش در آنجاست، اون رو گرفته بیارم. عشقم لبه جانم تو بشین، من خودم رفته میارم. در بالا در کیسه درون شیمم است. مالش وای نقاب در کیسه هم است. زهرا میبیند. با اجازت شما. مالش یا خدا توبه. این نقاب را از کجا یافتی؟ این نقاب زاغ سیاه هست. یعنی اگر شما را نشیناسم از زاغ سیاه بودنتون. زاغ سیاه حتی فکرش خدا آور است. نقاب را از یکونجا نیافتم. این نقاب از من است. نفهمیدم. یکونجا این نفهمیدن دورت خانم. زاغ سیاه منم.